انتخابات حقیقی، آزاد، شفاف و عدالتانه خواهد گذشت؟ شفافیت یعنی انتخابات در من باور ندارم. شفاف و عادلانه گذاشتنش قد کار ندارم. حوالش به اون مرکز کمیسیون انتخاباتی کار میکنه. چون که هر سال هم انتخابات پارلمانی معلوم است از روی یک سناریو میگذره. چرا چنین فکر میکنید؟ تو همه مشاهده‌ای که مثلا تو سه انتخابات پارلمانی که میبینیم قریب همش یک از روی هم یک سناریو رقابت بگیم باشه. رقابت قریب وجود نداره. بله، هر کس میتواند آواز خودش در انتخابات بگذارد. این درست است. بعدی کشور با نیت نیک، با آرزوی نیک، با اقبال بلند، بعدی واسه انتخابات میکنن با خرسندی و بزرگ. یکم وکیل میشناسید؟ نه نمیدونم که باور دارم 100%. رحمان. مقصد کابینت های علایده میداره آواز میتن کسی ده که همو شخصی که ویبر میکنن چون ده کدامی که محفوظه همو ده آواز میتن. چه پرسن به نظر شما همین انتخابات دموکراتی میگذارد؟ چقدر میگذارد؟ حاکی نشست نیاروشم